لا إله إلا الله لا إله. شاید بعضا با یک کلوله تار جرم مواجه شده باشین یا کسی را دیده باشین که با یک کلوله تار جرم مواجه شده و از باز کردن و صاف کردنش ناتوان شده باشه. اگر یک کسی پیدا شه و با مهارت و آرامش گره ها را باز کنه و کلوله تار را صاف بسازه، صاحب تار میتونه یا خودش احتمالا میتونه از این تار استفاده بکنه. فکر انسان هم به می شکل است. بعض وقتا یک شبهه یا یک سؤال پیچیده مثل یک گره در کلوله تار تمام استعداد و توان یک جوان متوقف می سازد و تا زمانی که گره را باز نکنه شور و نشاط و انگیزه به جوان بر نمی گرده. اصلا مسیر ترقی فکری و معرفتی